سیاوش جان سلام. اول از هر چیزی در مورد بازی میخواستم نظرت رو بدونم. نظر چی در مورد بازی؟ سلام و عرض ادب خدمت شما و همه هواداره خونگرم داماش. والا دومین بازی تدارکاتی بود با ملوان. اولین بازی توی رشت بازی کردیم و با نتیجه خوبی از زمین بیرون اومدیم. یکی بازی هم اینجا توی انزلی بازی خوب و جونداری بود مقابل ملوان با مساوی تموم شد نتیجهش و اینکه خدمت هست. در مورد شرایط تیم هم اگر توضیح بدی ممنون میشم. بله، شرایط تیم والا قرار شد یه خورده 10 روزه به ما دادن که شرایط مالی بچه‌ها اول اینکه قولایی که دادن عمل کنن بهشون و اینکه قرار شدش که بیان مالک مشخص بشه و اینکه ما رو نمیدونیم بازیکن‌های جدیدی که کادر فنی میخوان بیارن با کی باید بشینن صحبت کنن. این تیم نه مالک داره نه مدیر عامل داره. امیدوارم که هرچی زودتر این شرایط مهیا بشه، شرایط مالکیتی و لوجستیکی تیم، که بتونیم بازیکن جذب کنیم. تیم‌های دیگه الان حداقل فکر کنم 3 هفته گذشته از پایان بازی‌ها این فصل، ولی ما هنوز نه بازیکنی گرفتیم نه چیزی. 5-6 تا از مهرهای اصلیمون هم از دست دادیم به خاطر شرایط مالیمون. امیدوارم که زودتر این مشکلات حل بشه که بتونیم نیم فصل دوم با قدرت شروع کنیم. ممنونم ازت.